دیروز با چند نفر از ایماندارای مسیحی یه جلسه دعا داشتیم برای مردم ایران، به خاطر اینکه هممون قلبمون به درد اومده و نمیدونیم که چطوری میتونیم به هموطنانمون کمک کنیم. همینطور که قبل جلسه داشتم فکر می‌کردم که چه آیاتی رو توی این جلسه بخونم، یاد آیاتی افتادم از کتاب اول پادشاهان در مورد پیرزنی در صرفه سیدون که ایلیا فرستاده خداوند میره پیشش و ازش درخواستی میکنه. میخوام این آیات رو براتون بخونم و شباهت این داستان رو با وضعیت امروز مردم ایران بهتون بگم. آنگاه کلام خداوند بر ایلیا نازل شده گفت برخیز و به صرفه سیدون برو و در آنجا ساکن شو. اینک بیوه‌زنی را در آنجا امر فرموده‌ام که برای تو خوراک فراهم کند. پس ایلیا برخاست و به صرفه رفت. چون به دروازه شهر رسید، اینک بیوه‌زنی در آنجا هیزم برمیچید. پس او را صدا زده گفت تمنا آن که قدری آب در ظرفی برایم بیاوری تا بنوشم. چون برای آوردن آن میرفت، او را صدا زده گفت لقمه نان نیز در دست خود برایم بیاور. اما زن پاسخ داد به حیات یهوه خدایت سوگند که نانی ندارم، بلکه فقط مشتی آرد در ظرف و اندکی روغن در کوزه دارم. و حال دو چوبی برمیچینم تا رفته خوراکی برای خود و پسرم بپزم تا بخوریم و بمیریم. ایلیا به او گفت مترس، برو و آنچه گفتی بکن، ولی نخست قرص نانی کوچک از آن برایم بپز و نزدم بیاور و بعد از آن برای خودت و پسرت چیزی بپز. زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید ظرف آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن خالی نخواهد گشت تا آن روز که خداوند بر زمین باران بباراند. پس زن رفت و موافق آنچه ایلیا گفته بود به جا آورد. ایلیا آن زن و اهل خانه‌اش روزهای بسیاری خوردند و مطابق کلام خداوند به واسطه ایلیا گفته بود ظرف آرد تمام نشد و کوزه روغن خالی نگشت. اول پادشاهان فصل 17 آیات 8 الی 16. در این داستان می‌بینیم که خداوند ایلیا رو میفرسته به سراغ زنی که خودش در شرایط بسیار دشواری هست و درخواستی که ایلیا از این زن میکنه از نظر زمینی خیلی میشه گفت دور از ذهن میاد که اون زن بخواد به ایلیا در اون وضعی که خودش آخرین وعده غذایی خودش و پسرش رو بده به یک نفر دیگه که اومده داره بهش پیامی میده. مردم ایران هم با دست خالی به خیابان ها اومدن، با غیرتشون به خیابان ها اومدن. آیا قدرت نظامی دارن؟ آیا انرژی اضافه دارن؟ آیا نیاز به دردسر دارن؟ آیا از جونشون سیر شدن؟ هیچ کدوم. ولی مردم ایران غیرت دارن و به دنبال حقشون هستن. پیرزن سیدونی هم چیزی در دستانش نبود، با دستانی خالی از ایلیا پذیرایی کرد و خداوند او رو برکت داد و سفره‌اش رو خالی نگذاشت. من ایمان دارم که خداوند ایرانیان رو تنها نمیگذاره و از غیرتی که دارن نشون میدن، از هر چیزی که ندارن مایه میذارن، خداوند برکت خودش رو بر اونها میریزه و در این جنگ پیروزشون میکنه. جاوید شاه، پاینده ایران. در پناه خداوند باشید.